آقای سینان، میدانم که این موضوع مقابل طرز شما می باشد. با من باور کنید که اساس این خطر پرقوت است. مایلش، برای باوریتان تشکر زیاد. سلامت باشید. سلام خانم رعنا. ببخشید که شما رو ترسوندم. ертугрул یلماز، روزنامه‌نگار آزادم. سلام. شما رو میشناسم. نه، نشستن ممکن؟ با شما قراری بخوری داشتیم؟ نه، لیکن در دستم چیزی دارم که دقتتان رو جلب میکند. گوش کنید آقای ертугрул. ببخشید حاضر در بالای یک برنامه کار میکنم. بخوریم رو به دیگر وقت گذرانیم. خوب میشد چیزی که من آوردم اول میدیدید، پس اون قرار میدادید بهتر میبود. این چیست؟ در دستتان اخباری همین ماه را دارید؟ شما با من بازی میکنید؟ دولت خودش در دیگ خبرهای بد میجوشد. هیچ چیز این خبرها را عوض کرده نمیتواند. اینقدر خود باور نشوید. خوب، خبر درباره چیست؟ یک کارگر پلیس روی خط خائن‌های وطن را ترتیب داده. برای آنها را کشتن، حادثه‌های هر خیله بافته، از یک کارگر بانک به زوری پول طلب کرده است. سرچشمه‌تان از کجاست؟ شخص جبدیده و یک چند حجت. نامتان را چی گفته بودید؟ ертугрул یلماز. به یاد ندارم که این نام را شنیده باشم. خبرنگاری آزادم. باری آخر کشته شدن رектور یمن کیرچال را در دانشگاه من خبر داده بودم، پیش از رخ دادن حادثه. کشتن رکتور آقای یمن همین طور؟ شما با رئیس پیشتر هم آقای یگمن شناس هستید؟ بله، خوب میشناسم. فهمه. تشکر زیاد. ببخشید کار دارم. باز از یک مرکز خبری مهمی است که میتوانم با آنها دهم، لیکن من میخواستم آن را به شما بر این یک خبرنگاری باورناک دهم. برنامه جای حادثه مذکور خبری مهمی است. برای همین خبرهای سپارشی رو نمیگیریم. ما رو برای همین کارمون حرمت میکنند. از شما خیلی متاسفم. برای این خبر را با دیگر کس دادنم نه. به نزدیکی شما هم در اطلاعات خبری روز می شوید. با دقت باشید. مرا میترسونید؟ کنی زود از اتاقم برایید. این شب تلویزیون را تماشا کنید. در پخش مستقیم زمین لرزه می شود. زنی بیعقل. قبول میکردی چی میشد؟ چی شد رئیس؟ باز به نزد مویلبدارمون میروی؟ باشد رئیس، بین هم مویلبدار را تماشا میکنم. همه وقت مویلبدار نمیشود کو. آبروی آن آدم در زمین است. مردم به او دیگر باور نمیکنند. وقتمون میشد من علاج این خانم رعنا را میافتم، لیکن وقت نیست. از بالا فشار میآورند. میرویم رئیس. از من 150,000 لیره گرفتنشان مهم نیست. مأمور پلیس این را از من مجبوری گرفتنش هم مهم نیست. مهم این که این شخص کارمند تشکیلات امنیت روی خط خائن‌های وطن را از آدمان بیگناه ترتیب داده و با پول من آنها را نابود کردن میخواهد. بله، نابود کردن میخواهد. بله تماشابینان عزیز، لرزیدن این آدم را دیدید؟ گفته های کارگر پیشینه بانک جزم بالکن را فراموش کرده نمی شود. اکنون تشکیلات امنیت را باور نکنیم، کی را باور کنیم؟ در عین زمان کمی پیش خبر گرفتیم که در اخبار مخصوصمان نامش را گفته بودیم. یگید گونزاب را دستگیر کردند.
معلوم که خبر رو اون حریف داده است. اکنون همه چیز بعد از این در دست سودیه ها می باشد. خب از این خبر ناخوش با دیگر خبر می گذاریم. در استانبول شمال کرنوالی ریا می وزد. درو که این خبر رو با تلویزیون داد؟ سردار برای چی این کارو کردند؟ من هم همین رو میپرسم. برای چی این کردند؟ چطور خبردار شد این حریف؟ سیامی است، میامی است، کسی که نباشد. رفیق سردار، با فکرتون این کارو یکی از ما کرده است. اشوبه یاری، به فکرم کسی است که از این دعوا خبر دارد. ما با وسایل اخبار عمومی اطلاع ندادیم. چه خبری یافتند؟ چیزهایی گفتند که ما حتی تصور نداریم. اما رفیق سردار، من فکر میکنم که این کار رو به سری سرکمیسر یکیت بار کردگی ها. یک لحظه به این کارهای دروغ دخل نشو. یگید رفیق ما، لیکن وای هم مثل همه سوال و جواب کرده می شود. تیمور، از تو تقاضا دارم که این موضوع رو کاتکاب نما. کسی را که به واسطه اخبار عموم خبر داده است میخوام یابی. خوب شده است. من هم اکنون خیلی مشهور شدم. در اخبار نشان دادند. خبر خیلی جدی بود رفیق سرکمیسر. شما رو به غضب آوردن نمیخواهم، لیکن یک نفر به بالای سرتون برآمده است. وظیفه آنها همین است مگر؟ کار را حل کردند. سردار را همین آدم تهمت نکرده بود مگر؟ اما سرکمیسر، در این شبکه چه خبری بعد برایت به دعوای شما دخلدار می شوند؟ شما این را از من خوبتر می دانید. این کارها اول به واسطه اخبار داده می شوند و بعد تفتیش می کنند. میدانی حلیمه، حاضر یگان چیز در فکرم نیست. یگان چیز. باور کن، حاضر فقط یک چیز را میخواهم. فقط فاتحم را یاد کردم. بسیار روزهای سخت گذراند. رفیق سرکمیسر، با اجازتتان رفتنم لازم. باشد، دیر شد. خودشم مرحمت کمیسر. با باغچه کیدکانه جای کارتان آوردم. فقط برای امروز. بعد آن در آوردن نتوانستم. پسرم فاتحه، پسر جانم، پسرم. قانون را میدونید رفیق سرکمیسر، به نظارت خانه در آوردن ممکن نیست. فقط از همینجا. پسرکم، پسر جانم، بشود پسر جانم، بشود. آرام شو پسر جانم، آرام شو. رفیق سرکمیسر، با اجازتتان لباسش را عوض کردم. لازم. تشکر حلیمه.
این خوبیت رو هیچ وقت فراموش نمیکنم. دیر کردی. نه، ساعت من درست است، در وقتش آمدم. اما با ساعت من 2 دقیقه دیر کردی و در اینجا وقت فقط با ساعت من کار میکند. میبخشید خوجاین. اون سگ بچه پسر یگید گندوزا در دستی تو بود همین خیلی؟ بله. وای رو با من بیار، یک کار دارم. اما خوجاین خواطر نشوید، زیر نظارت من است، در جای بیخطر است. از تو در جای بیخطر بودن او را نپرسیدم، فقط گفتم با من بیار. فهمانده توانستم؟ خب برای همین جغ زدید؟ برای همین باید بانگ زنم؟ در همه حال میتوانید به من بانگ زنید. این صداقتت رو فراموش نمی کنم. خوب، با اجازتتون من میروم. مایلش فراموش نکن، پگاه کودک رو به نزد من میاری. شرم نمیداره؟ من چی کار کنم اکنون؟ شرم نکرده به چشمم نگاه کرده باز دروغ میگوید. میگویی که کودک رو میآورده باشد. در درون فقط او آدمی ماست. عمر این حریف تا پگاه باقی ماند. میبینیم که باز چی بازی ها میکند. بعد وای هم به جای میرفتگی ها میرود. باید در اینجا چیکار میکند؟ رفیق سردار شاید پدرش رو یاد کرده است، گفته آوردم. باز پدرش رو یاد نکرده باشه. رفیق سردار این فکری من بود. یگید سرکمیسر خبردار هم نبودند. خوب. رفیق سردار حالی سرکمیسر یگید چی می شود؟ نمیدونم حلیمه، نمیدونم. نه تو خانه میروی؟ بله رفیق سردار. تنها؟ ها بله. با دقت باش. خوب شده است. الو مرکز، در کجایی؟ سردارم. فکر میکنم وقتی صحبت کردنمون آمده است. موضوع کرای صحبت نیست سردارم. بالا داره موضوع دیگر میشود. من دستگیر شده هم. اگه جایی که امر شود همانجا میروم سردارم. مرحمت. استغفر الله سردارم.
حکمران تیمور آمد. نبای؟ در این کرسی تمام کارگران شعبه کمک یک به یک می نشینند. یکم شما حاضر باشد من. می بینیم باز نوبتی کی خواهد بود. قانون برای همه برابر است. تهمت سردارم، تهمت آخر. گرسنه ای؟ یگان چیز میخوری؟ نه تشکر سردارم. گبزن دلت چی میخواد؟ به اختیار یک چیز به یادم آمد. روزهای اولی آمدنم به شعبه در اینجا یک پسری 15 ساله رو که به کارهای غیر قانونی مشغول بود لحمه جون ضیافت دادید. خیلی در تعجب شدم. این البته اسلوب خاصتان بود و این نوجوان را به خودتان مایل کرده بودید. لیکن بعد به شما باور کردم که نه هر کسی که به اینجا می درآید گناهگار است، حتی بعضیشان گناهگار باشند هم. سردارم، اگر همه مثل شما می بودند مردمان البته بر می کردند. تو گفتنی که حاضر دلت لحمه جون میخواهد. دیگه نمانده رام خور. تشکر سردارم، سیر شدم. جوان تنومند هستی، گیر خور، تز خور. از پول دولت خریده نشده است. از کیسه خودم گرفتم. با راحت خور. خوش، در کرسی عیبدار شونده نشستن چگونه بوده است؟ باور نمیکنی سردارم، لیکن خیلی راحت است. خوش، یکی در نظارتخانه نشسته چی فکر میکردی؟ وقتای آخر در حیاتم تحولات زیادی رخ داد. بسیار چیزها شد. بعد همه اینها بسیار چیزها ناچیز می نمایند. معلوم است که بعضی چیزها شده است. این به همه معلوم است. اما در نظر ما مخزن اسرار گشتی. او چی شد؟ نقل نمی کنی؟ آخر چی را نقل کنم سردارم؟ با من نقل نکنی؟ با پروکورور خواهی نخواهی نقل میکنی. فقط همین که سردارم از آن مبلغی که به صورت حساب بانکم گذشته است خبر ندارم. از کی گذشته است نمیدانم. حتی 2 ماه می شود که پول اجاره را داده نمیتوانم. از بعضی برادران قرضدار شدم. خجالت میکشم سردارم. اگر اونقدر پول می داشتم مگر در همین حالت ها می افتیدم. خوب، فقط از تو یک سوال دارم. دیگر هیچ چیز نمیپرسم. در همین کار یگان علاقمندی داری؟ گناه کردی؟ نه سردارم، تماما. خیلی خوب، سوال من همین بود. لیکن یگان چیز اگر نقل کردنی باشی گوش میکنم. سردارم، بله؟ این نسبت به من تهمت است. این را کی برای چی کرده است نمیدانم، لیکن تهمت است. میدونم، لیکن من هم همین سوال رو به خودم داده ایستادم. برای چی تو؟ اگر یگان حادثه باشد برای چی تو رو انتخاب کردم؟ نمیدانم.
пагоҳ бо ҳамон одаме ки ба сурати ҳисоби ту пул гузарондааст охирӣ дорем. кане бинем чӣ мешавад. сардорам, бале? ҳоли ман маълум нест. кӯдакам ба шумо амонат. метарсам ки ба сараш ягон бало наояд. чаро чунин фикр дорӣ? намедонам. хуб, дар вақташ омуданро омӯхта истодаӣ. чӣ хеле набошад вақт ба соати ту кор мекунад. ҳамин хел не хуҷаин? чизи хостагиамро овардӣ? мошинро кушода бин. ҳарчи овардаам мебинем. марҳамат дароед. дароед. марҳамат, хуш омадед. хуш бошед. сардори амният наҷиби илмаз аз шӯъбаи ҳукумат. хеле шод шудам. марҳамат кунед. сабаби омадана моро медонед. ростӣ бо шумо дар шӯъбаи худамон суҳбат кардани будем, лекин фикр кардем аввал дар ин ҷо баёнотатонро гирем. албатта, ягон чиз менӯшед? ин чӣ маънӣ дорад? ба ман бовар кун хуҷаин. бидон, ман ба ҳеҷ кас боварӣ надорам. ин кори худат. ҳеҷ кор карда наметавонам. дастатро гир. ором бош, ором бош. дар барам силоҳ нест. агар аз ин мисвок тарси инашро намедонам. хато кардам ки ба ту бовар кардам. аз аввал дурӯғ гуфтӣ. кӯдак дар дасти ту набуд. ба ту дурӯғ нагуфтам. ман гуфта будам ки назорати кӯдак дар ман аст. аммо кӯдак дар дасти ту нест. ман нагуфта будам ки кӯдак дар дасти ман аст. гуфтам ки ин бозиҳоят ба ман маъқул нест. ту то ҳол барои як тараф кор карда истодаӣ. як полиси ҳаром ҳастӣ. лекин намедонам дар гӯр барои кӣ хизмат мерасонӣ. ба ман нигоҳ кун. ман 7 сол мешавад ки ҳодисаро ташхис мекунам. агар ақли ту ба ин корҳо нарасад, ман ҳеҷ кор карда наметавонам. ту чиҳо мегӯӣ ҳайвон? ту чӣ тавр бо ман гап мезанӣ? он кӯдакро ба егид додам. ман бо дасти худам додам. агар намедодам, корҳое кардам ва ки буданам маълум мешуд. ки буданам маълум шуданаш на ба ту ва на ба дигар кас фоида меовард. акнун маро фаҳмидӣ? чаро ба гапи ту бовар кунам? гуфтам ку мушкилоти ту егид ва шӯъбаи иттилоотро дар назар намегирӣ. ин кор бозишаи кӯдакона нест. дар берун бозӣ, дар дарун бозӣ, дар даруни бозӣ аст. мисли Матрёна. фаҳмидӣ? ту ба Русия рафтаӣ. медонӣ Матрёнаро. гапро ғоз наде. вақте ки ба тарафам силоҳ мекашанд, одат надорам ки гапи носанҷида гӯям. чашмам ба ту аст. аз боло ҳанӯз барои ту ягон фармон наомадааст. мефаҳмӣ онро? одамҳоят бодиққат бошанд. гуфтагӣ бар ин. ту ҳам ба ман бовар кун. барои бовар кардан ё накарданам боз як кори дигар мекунӣ.
حریف یارم کار. تشکر برادر. سه هفته پیش وقتی که از جای کارم میبرآمدم یک نفر به نزدم آمد. وقتی که به ماشین سوار میشدم از پشتم سلاح مانده به ماشین سوار شو گفت. سلاح را در پشت سرم مانده به یک جای بی آدم برد. گفتم میتواند که شما رو کی برد؟ کی بودنش را میدانید؟ یگید گندوزاب. نامش از کجا میدانید؟ خودش گفت. حتی حجتش را هم نشان داد. حجتش رو نشان داد؟ بله. سردارم ببخشید آقای جزمی حجتش رو با چشمتون دیدید؟ دیدم گفتم کو. شما او را تصویر کردن میتوانید؟ البته تصویر میکنم. زخمی در پیشانیش بوده او را تصویر میکنم. و فکر شما چرا این را کرد؟ از شما چیزی میخواست؟ انا از این میخواست 150,000 لیره. شما با او اعتراض نکردید؟ تو چکل پلیس هستی و اینقدر مقدار پول را از من برای چی میخوایی؟ در پیشانی شما هم سلاح مانند شما هم نمیپرسیدید. چرا اینقدر پول خواست؟ در دستش یک دسته کاغذ بود. در ورقها عکسها و درباره عکسها معلومات بود. کاغذها؟ بله قریب 20 صفحه بود. برای چی آنها رو به شما نشان داد؟ چی وابستگی داشت با پولهای میخواستگیش؟ در دستش بودگی ها خائن‌های وطنن گفت. خائن‌های وطن؟ بله این روی خط خائن‌های وطن از طرف یک گروه وطن دوستان انیح کرده شده است گفت و اینها را نیز کردن در کار گفت به من و برای این کارها را انجام دادن پول لازم است گفت. از من وطن دوستداری کردنم را خواست. وطن دوستی؟ بله. بعد چی شد؟ اگر پول را ندهم واقعه را به پلیس یا به یگان کسی دیگر نقل کنم میکشمد گفت. بعد به من یک کاغذ میده دراز کرد. در کاغذ صورت حسابی بانکی نوشته شده بود. آرام باشید جزمی. حلیمه از کاتبه یک پیاله آب خواهش کرده بیار. خوب شده است رفیق سردار. برای اثبات کردن گفته هایتون یگان چیز دارید؟ چه چیز؟ چیزی که باشد. مثلا با شما دادگی کاغذ صورت حساب بانکش در دستتون است؟ نه. ممکن از دستخط یا اینکه از ایزی انگشتش گفته های شما رو درست یا نادرست بودنش رو تصدیق کنید. ببخشید کاغذها رو پرت افتم. ماشینتون چی؟ از ماشینتون ایزی انگشتش رو گرم زید نیستید؟ ماشینم را هر هفته پورا میشویند. فکر میکنم یگان چیز نمیابید. خوب فکر کنه در دستتان یگان چیز نیست برای اثبات کردن ثبت نوار یا اینکه نمیدانم. تو جایی که میدانم نیست. به همین مانند یگان چیز شاهد ندارید؟ لبای ولی گفته هایتون یگان شاهد دارید؟ فکر نمیکنم. همش را استاکارانه انجام داد. غیر از کاغذ حساب بانکی دیگر همش باوری باش بود. خیلی باوری باش. مرحمت. تشکر. رفیق جسمی این کار دی من. اگر در سرتان یگان فکری نو پیدا شد به من زنگ زنید. تلفنم 24 ساعت گشوده است. خوش آمدید. رفیق نجیب. بله؟ انیخترش یک چیز هست و نمیدانم چی خیر گویم. البته هر گپ شما برای ما مهم است. حاضر بر رویتان با دقت نگاه کردم به یادم آمد. نگاه کن
این عکس سرداری من است. ما همه شما را نابود بکنیم. در روی خط خائن‌های وطن در دست گیرگیت گندوزل عکس و نام شما هم در بالاش بود. اصلا باوری دارید؟ بله باور دارم. یک لحظه به کارت با دقت نگاه کردم، به یادم آمد در وی عکس شما بود. در پایانش نامتون نوشته شده بود. پدر، خبری نشان داده شده سپارشی می باشد. دخترم تو درباره کدام سپارش گپ میزنی؟ چون که پیش از پخش این خبر آن را به من پیشنهاد کردن پدر. یعنی این خبر به مرافعه سودتان تاثیر نرساند. دخترم نگاه کن، این لباس به من بعضی مسئله ها را پیش می آورد و خبرهایی که اطلاعات می دهد تو می دانی آگاه هستی. خبرهای سیام میدان خیلی مهمند، ندیده نمی توانم. پدر، من به کارهایتان دخالت کردنی نیستم. تنها می ترسم که شما حکم نادرست نبرارید. درباره کارمند سابق بانک جزمی بالکان شما معلومات انیق دارید؟ در رفت پرسش عدالت حقوقی را به اعتبار گیرید پدر. البته این کارها را شما از من بهتر می دانید. لیکن چرا اخباری که به ما می آید پیش از پخش اون را نمی سنجیم؟ دخترم چیزی که قانون میخواد همه را میکنم. غیر از این در تلویزیون اینقدر طعنه مکن. تو هم آخر خبرنگار هستی جانم. من او رو در نظر ندارم. میلش دخترم، من حاضر کارهای مهم دارم. الو فکریه، با سردار نجیب پیوست کنید. فاتحم، سرت را بردار. پدرت کاری نکرده است که تو شرم داری. رفیق سرکمیسر، در زندگی یک چیز را آموختم. چرا؟ اگر انسان از حیات وزین سبق گیرد، زندگیش آسان‌تر می شده است. خداوند به ما رنج را که روا دید، در برابری آن سبکی را نیز می دهد. رفیق سرکمیسر، این را من از حیات خودم آموختم. درست میگویی. بعد آن چیزی که فاتح هم از سر گذرانده است، هر باری که رویش را میبینم خود را دگر خلیص میکنم. در حالتی که گریه میکند و به لرزه میآید، دلم سستی میکند. یکی برویم. بشین. یکی رو من با پرکراتور میبرم. شما از قفا بیایید. اطاعت. سردارم، به شما بعضی چیزها را گفتن میخواهم. گوش میکنم. هفته گذشته فاتح هم را دزدیده بودند. چی؟ کی دزدید؟ شخصان سیاهکار، آدمان نامعلوم. رو چی من بیخبر بودم؟ توی رو با من مفصل نقل کن. چون که اگر خبردار میشدید امروز فاتح زنده نمی بود. حالا من خیرگوی. لیکن بین ما میماند سردارم. حالا من خیرگوی. بله سردارم. برای همین همه وقت معما دار سوال میدادی. مجبور بودم سردارم. اینا دیسه یعنی خبری به صورت صحبت پول گذراندن رو به تو گفته بودند یا نه؟ بله سردارم.
از یگان چیز خبر نداشتم. یعنی جزمی بالکان شخص رو هم نمیشناسی؟ نامش را بار اول میشنوم. در حیاتم ندیدم. اما درباره تو دلیل های دقیق دارد. چطوری که گفتم سردارم، عکس این مرد را حتی ندیدم، نمیشناسم. اگر گفته درست باشد پس چرا تو رو انتخاب کردن؟ اگر گفته درست باشد گفته سردارم، این معنای آن را دارد که شما هم به من بعضی چیزها را باور نمی کنید. رفتیم سردارم، چیزی که شود شدن گیرد. بیاناتی که به پلیس داده بودید خواندم. چیزی علاوه میکنید؟ نه، همانطوری که در آنجا نوشتم، نه آدمی به صورت حسابم پول گذرانده را میدانم، نه مقصد پول گذراندنش را. معلوم است که صورت حساب را پیدا کردن ممکن است و هر کس میتواند به آن پول گذراند. ادوکاتتان را برای چی جغ نزدید؟ لازم ندانستم، چون که بیگناهم. برای گناهکار بودنم یک ذره دلیل پیدا نیست. نباشد بیانات جزم بالکان را چی میگویید؟ دانستن هم نمیخواهم، چون که خودش را نمیشناسم. چیزی که در حق من میگوید همه‌اش دروغ است. خوب شده است. سرکمیسر یگید شما را به سود نوبتدار روان میکنیم. حلیمه من روام ملش سودیگی دراز دوام میکنه به فکرم. تو با من خبر هستم خوب؟
لازم نمیشود به فکرم رفیق سردار. چه شد؟ سردارم با سبب نبودن دلیل شرعی آزادم کردند. فعلا آزادم سردارم. سودیه بیانات را ناپوره شماریده و خلاصه آمد که من بی سبب دستگیر شدم. برای همین آزادم. رفیق سرکنی سر. ببخشید رفیق سردار. خوب نباشد مبارک باشد. گرسنه هستی؟ سردارم این خیلی سوال شما حالت را به یادم آورد. کسی را که همیشه به من چنین سوال میداد. کی؟ خدا رحمتی مادرم. معلوم شد که گرسنه ای. بیا برای اون چیز خوردن رویم. تشکر سردارم. شما روید. به من کمی اجازه دهید. یک دو نفر رو دیدنم در کار. گوش کن. باز به گفتگو آنها نروی. باز یگان حادثه کلا نشود. شخصی که گمان میبرید کیست سردارم؟ مثل کی نمیدانی. خودت را به نادانی نزن. میدانی که سبب دستگیر شدن تو کیست. با اجازت سردارم. این چیست؟ اگر این رو فروشم پولی کلام به اسم آرام. الو الو عجیب. چی شد رفیق سردار؟ کمی مخفی. چرا خاموش کرد؟ بازم میگم این تلفن امرو از کجا پیدا شد؟ در وقت پیش تلفن امرو نبود. مگر کار پیش نمیره فلیما؟ السلام علیکم نیامک. وای قربانت شوم. سلام علیک. در کجا بودی ایگی جان؟ رنگت کندگی؟ هیچ گپ نیامک. خوبم. نه کمچی هست. لیکن از نیامک نمیگریزی. مرا مانید و خودتان چیکار میکنید امک جان؟ این ماهی ها برای چی امک جان؟ اینها را خشک میکنم. چخیل خشک امک جان؟ تو چخیل آدم است آخر. بعضی ها خشک میخورند. من نگفتم میرم خشک چخیل باشد. خدایا امک جان آخر چخیل خشک میکنید؟ جاپانی ها هستن که ماهی را خوب میخورند. خوب میخورند. فهمیدم امک. لیکن آخر این ماهی ها برای خشکونی نمیشوند. اینها ماهی های اکواریوم برای زیب و زینت. تماشا. ماهی هم برای زیب نشده است. ماهی رو یا میخوری یا نمیخوری. چخیل برای زیب. حیوان های مبارک در بحر و کل زندگی میکنند. دیگر چی دورگیم؟ امکی شد امک جان. ببخشید امک جان. یعنی اینها ماهی های ژاپنی لیکن از اینها خوراک نمیپزند. قربانت شوم شیخ کردم. میدارم که اینها را در اکواریوم میگذارند. لیکن من در کل سر میدیم. انا میخیل هر که اینها را بیند اشتهایش کشاده شود. تصور کند که در دک پخته شده است. همین طوره فهمیدم امک جان. فهمیدم. تا به کل سر دادنم من اینها را نگهبانی میکنم. بزرگی خدا را بین. تا ماهی به من خوراک شود من با او خوراک میدیم. چی شد دادر؟ میدم امک جان. میدم درد میکند. قربانت شوم دارو نداری؟ هست ولی که خیلی تیز است.
انا این می شود گیر خور. نه قرص نیست، آبکیش است. چرا انتظاری خور کنی؟ امک جان گفتم که تیز است، چنان تیز است که زبان را می سزاند. دادر این امتحان است. برای شفا دوا اگر تیز باشد همین که خوری حتما شفا میابی. این چنین معنا دارد که یعنی درد بد را دوای بد گفتند. بله امک جان، داروی تیز دهان را میسوزاند لیکن وجودت را تبابت میکند. دهان تیز باشد وجودم تیز میشود، شیرین باشد شیرین. میافتی منی غریب را مجبور میکنی گپ زنم. سخن هم داروی تیز است امک جان. چه میگویی تو؟ چه گپ؟ مایه ها رو نمیخورم گفتم. یا خدا، تو دارویت رو نوش. به خدا گذشت امک جان. البته میگذارد. دارو تیز است ولی زهرنی کو. نخوری همه وجودت در میکند، اما اگر خوردی در دهانت شیرین شده شفا میابی قربان. خوب امک جان، من اکنون روم. شما رو یاد کردم، گفتم یک زیارت کنم. یگی جان نشتی کمی؟ نه امک جان، یک کس را باید بینم. کی را؟ کسی را که همه کار را دولاب کرده است. های نگاه کن، دولاب شده باشد هم نشده باشد هم با دقت باش. تو دولاب نکن. صبر دوای همه چیز است. رو خدا حافظ امک جان. با سرپرست تشکر. سرپرستش کی باشد؟ جزمی بالکان. تشکر کردن یعنی کشتن. او رو میکشند. زود جواب ده. زود شو. زود. الو سردارم، یک وضعیت خیلی هم مهم است. به شعبه کمک احتیاج دارم. زود لیکن گروه را به سراغ داده‌ام روان کنید. اما رفتن نمیتوانم. بله
ببینه چرا جواب نمیدهد. زود جواب ده با گوشی. چه شد مهدور؟ چرا اینقدر سراسیم هستی؟ سردار جزمی بالکان رو میکشند. چی؟ کی بود؟ برای چی؟ سردار بعد با سوالهایتان جواب میدیم. وضعیت خیلی جدی است. ملاش یک گروه رو به جای کاری جزمی بالکان میفرستم. فقط همین رو دانید همش رو یک نفر میکند. چطور؟ جزمی بالکان سرپرست همین حادثه بود. اما نمیدونم او رو کشتن میخواند. خوب پس با یگید چی دخل دارد؟ سردارم شما نمیفهمید. یگید هدف نیست. هدف خودی امنیت است. یگید رو استفاده بوده امنیت رو سیاه میکنند. چون که همیشه از پای اون سیاهکاران هستیم برای همین؟ همین خیلی سردار. 2 ماه از که تلفن یگید رو گوش میکنند. اینا رو میخوان به واسطه یک پلیس حل کنند؟ بله سردار. پلیس رو دولت گوش نمیکند که. هر کاری بدی که این حریفا میکنند دولت از همه مهم امنیت رو گناهکار میکنند. همین خیلی هدف امنیت است سردار. این رو آدمی در کوچه بودگی هم میدوند؟ بله سردار. کودکی یگید رو دزدیدن هم یک قسم این نقشه بود. شخصیت ها نه، ولی شخص ها اجرا کننده اند. بعضی مسئولان و خبرنگاران با امر این قاتلان هستند. از معلومات ها با خبرید. گپ نمیزند کو؟ سردار نکته آخرین هدفشان شما هستید. چی نقشه دارند انیق نمیدانم، لیکن بر سر شما هم می آیند. در واقع احتیاط کنید. رفتارم در کار سردار. اگر جزمی بالکان رو خلاص کنید بسیار چیزهای مهم رو دسترس میکنید. من کوشش کردم با تلفن با وی هم صحبت شوم اما جواب نمیدهد. ممکن گپ نزند لیکن کتابی سیاه در دستش است. کتابی سیاهش؟ شما این رو بعد می‌آموزید. فورا رفتنم در کار سردار. کاری تجاری دارم. شما همون گروهی که به جای کاری بالکان میروند نظارت کنید. ملاش من جزمی بالکان امروز 27 ینوری سال 2008 همه این بیانات را با خواهش خودم میدهم. کارکنی بانک بودم. حاضر با سوزشواری و معدن‌ها سر و کار دارم. اما کاری اساسیم در ترکیه بودگی تشکیلات‌های غیر قانونی را سرپرستی کردن است. برای به اجرا رساندن نقشه‌هایشان پول میدیم. این قرض من نسبتی آنهاست. تمام پولهایم را با یاردم آنها صاحب شدم. اما دیگر دلم نمیخواهد به شانه این ملت خنجر زنم. باری آخر برای از بین بردن تشکیلات امنیت مرا مجبور کردند و من قرار دادم حقیقت را گویم. چون که این آدم‌ها دولت را
ба бесару сомонӣ бурда мерасонанд. саркомиссар Йигит Гундузалб. Йигит Гундузалб суд нашудааст? Як сония, аммо шумо бесабаб суд шудам. фақат бо оғои ҷазмӣ суҳбат кардан омадам. аммо ҳозир вақт надоранд. инро ҳозир мефаҳмед. истед, надароед. салом муҳтарам сарпараст. барвақт худ ба худ гап заданро сар кардаед. тимур, бачаҳо ба ҷои кори ҷазми Балкан расиданд? қонунӣ сарду. аз бачаҳои дар гирдат робутагӣ ёрдам дархост кунед. итоат сарду. аз боло мехоҳанд ки боз як кӯмаки хурдакак кунед. фақат 2 миллион кифоя. ҳарчи бо ман кардед кофӣ набуд. хостаатон бас набуд. ваҳ ваҳ ваҳ, аз кайбози хелгам мезадагӣ шудед? бас будагист ба ин миллат ва давлат зарар расонидан. ин қадар ба мардум зарар додед бас нест. мо ба ин кор ҳамроҳ шудем ки ин миллатро боло бардорем. лекин дирӯз як полиси бегуноҳро тӯҳмати баде кардед. ҳатто ахбори умум нашр кард. дар ватан ва дар назди рафиқона шарманда шуд. шумо маҷбур кардед ки ман ин корро кунам. ин нақшаи шумо буд. ту ҳам мисли лухтар гуфтаҳоро иҷро мекардӣ. вақте бурд мекардем. хуб, ҳозир чӣ иваз шуд? бо кӯмаки мо бурд мекардӣ ва ҳаққи моро медодӣ. ҳозир аз ту боз як чизи дигарро бояд гирам. китоби сиёҳро де. дар дасти ман нест. биё теҷазмӣ. дурӯғ гуфтан ба ту намезиба. вай суғуртаи зиндагии ман аст. вайро ба шумо дода наметавонам. нигар, рост гуфтанро сар кардӣ. албатта дар сейф аст. рамзашро гӯй. не, охирон бор мепурсам. набошад меморӣ. 28,2997. рамзат бисёр бомаънӣ. ин хел буданашро бояд тахмин мекардам. бале, сарпарасти азизамо. ташаккур барои хизматҳоят. ташаккур.
چی شد؟ خدایا، هر دویشان مردند. جناب شما کیستید؟ کجا می روید؟ یگی چی کار کردی؟ من تنها برای صحبت کردن آمدم سردارم. بله همین حاضر آمدم. برای صحبت کردن همین خیلی؟ سردارم. خوب با این گفتهایت کی باور میکنه؟ سردارم. سرکمیسر یگید گونزال ساعت آمدش. سردارم حقیقت چنین نیست که شما میبینید. انشاءالله گفتگیت بر این است. برید. باز یکم چیزی دیگر میخواهید؟ اگر زید نباشید گلهای کستر هم میخوام. زود باش. روزت رو دیدی؟ گیروز با اکای نجیمت زمزم. زنگ می رود اپا. با من ده گیروز زودتر. الو نامه خانم. نجیب با دکان دوست در اومد. دوست؟ بله در سرش با صندلی زدم با زمین رفت و بیهوش شد. لیکن زود بیا هر لحظه خیزنش ممکن. من شما را فهمیدم. من مشغول می شوم. بچه همین زمان رسیده می آیم. شما خودتان را احتیاط کنید. من بدتر. یعنی تو حاضر نمی آیی؟ تو با فکرم نمی فهمی. با طرفی ما کرد کشید. دیگه باشد از دکان برآمده و ای را در درون دکان محکم کنید تا آمدن بچه‌ها انتظار شدید. فهمید؟ منش من رفتم. من حاضر کار دارم. الو چی شد؟ قد کرد. ای کیروز این آدم مرا کی میفهمی؟ گویا با دکان. اکنون چی کار میکنیم؟ پشه در اومده باشد. کلید را گیر و بیرون میبروی. زود سردارم. همین رای دیده برو. گروه تکنیکی تجهیزاتی را که صدا را ثبت میکنند یافتند. بازسخنرانی مورد شروع میشود. فکر میکنم در وقت ثبت کردن قاتل آمده است. لیکن ثبت دوام دارد. وقتی حادثه و بعدش ثبت کرده شد. نتیجهش؟ اگر به ثبت نگاه کنیم قاتل یگید سرکمیسر نیست. برای چی؟ برای آن که آمدن یگید سرکمیسر هم ثبت شده است. اصل بودن ثبت از کجا معلوم است؟ پس آن مانده نباشم. این فکرتان نادرست است سردار. باز یک دلیل مهم است. دلیل؟
قاتل کسی که نباشد از مرکز کاری جزمی بالکن کاسته ثبت رو گرفته است. معلوم که نامش رو پنهان کرده است. اگر قاتل یگید سرکمیسر می بود به فکر شما نامش رو در نزد کاتبه به قید می گرفت. سردار، این نوار از کامره بانکمات روبروی کارخانه جزمی گرفته شده است. در وقت حادثه نفری را دیدند. وقتی به بنا در آمدنش و برآمدنش موافق می باشد. غیر از این وقتی آمده رفت سرکمیسریگیت هم معلوم است. همش معلوم است. وقتی که آن شخص بنا را ترک می کرد. بله. سردارم، چی فکر کردنتون را می دانم. من هم از یگید سرکمیسر شبه می کردم. هفته گذشته رفتارهای شبهناک داشت، اما این دلیل ها نشان میدهند که وی بیگناه می باشد. بله. اینا را در با پروکرور خبر رسونید. پروکرور بعد از این یگید را آزاد میکنه. در ثبت که بودن این آدم معلوم شد؟ نه سردارم، گفتگو میکنیم. رفیق سردار، شما رو به شعبه به ترتیب ضروری دعوت میکنند. دعوا با ما دخل دارد، برای همین با ما در تماس هستند. چی بوده است؟ یک دوست دستگیر شده است. چی حادثه؟ آخران خانه‌ای که دوستی در آمدند، خانه اساسی جزمی بالکن نبوده، خانه دویمش بوده است. حتی شناسایش از خانه پنهانی داشتنش خبر ندارند. چی؟ این رو با من ده. الو، لابای. حسین تو هستی؟ بفرما. چی میگویی؟ خب، در حال میآیم. نجیب، چی واقعه؟ خانم، ایستای لحظه. چه خبر است حسین؟ ماشین دو زمین است. در بغل چیزایی است که بر شما درکارند. یعنی همین است نه؟ با فرمان شما. با خدا سردار، کار خدا رو بینید. خانم با شما چیز نشده است؟ مریم هم با شما فرق ندارد. خانم چه میگویی؟ خدایا کراس حال تو چکل است؟ شکر خدا خوبم اکای نجیب، ولی ترسیدم. سلامت باشید اپای هنر. سلامت باشید کراس. سلامت باش. حلیمه، یگی چخیل است؟ حاضر وقتی پرسیدن همین است. چرا؟ انشاءالله همش خوب می شود. خیر، خودتان را احتیاط کنید. این چی؟ مرحمت. سردارم، تکنیک ها یک قسم کامپیوتر را از نظر گذرانیدند. نتیجه؟ کامپیوتری جزمی بالکن بوده است. خاطره هایش را نوشته است. اونجا سخنهایی هستند که دولت رو میلرزانند. البته اگر راست باشند. رفیق سردار، باز نقشه های هر خیلی تشکیلات، روی خط عملیات ها، مبلغ گذاری، مناسبت ها با تشکیلات های شهروندی و ساخت تشکیلات همش در همین جا است. در روی خط اعضایان پلیس ها هم هستند. پلیس؟ کتاب سیاه. لبای سردارم، کتاب سیاهی گفته امده همین بوده است معلوم می شود. گفتن یک چیزی بسیار مهم رو فراموش کردم. لیکن چی خیلی گفتنم رو نمیدانم. چرا؟ در کامپیوتر یک روی خط 62 نفره یافتیم. این روی خطی مدخولان است. با چی؟ در روی خط نامی شما هم هست. بله، معلوم است که این آدمان زیادی کارهای حرام خود را با دست دیگرها اجرا می کنند، اما خود پشتی پرده هستند. گویا من در روی خط سیاه یگید باشم. معلوم است که روی خط خودشان می باشد. قراری با آزادی برآمدن یگید برآمده است. تمام، می توانید روید. خیر، رفتیم.
الو لابای بله حاضر در دستمون نفهمیدم کدوم نقشه این نقشه تو هست از ساعت چند فهمیدم رفیق سرکمیسر فوتی هم رو آوردی؟ نه برای شما رو بردن اومدم پدرش باشد زود خوابش میبرد در نبودن شما تماما خواب نمیرفت من شب در همین جا میمانم چی خیلی؟ در همین جا میمانم نوباداری میکنم رفیق سرکمیسر به خونه روید هیچ چیز نمی شود اکنون تپانچه‌ام رو در تگ بالی نمونده میخوابم نه حلیمه همتون در خطر هستید تا این حریف سیاه دل را دستگیر نکنم راحت نمیخوابم خنک است به خانه درو خوابی خوش گوش کن برای صداقتمندیت رو اثبات کردن باز یک کار دیگر میکنی هم خدمتت رو میکشی چشم و گوشم به تو است جهازی لازری همون میقبیده باشد کو بینی؟ جورا جان سلاحت رو پرتو ممدو چیکار میکنی ممدو سلاحت رو پرتو گفتم آهسته آهسته سلاحت رو پرتو شما دخالت نکنید این کار شخصی است پرتو برای منصوب بودن در تشکیلات‌های غیر قانونی تروریستی دستگیر شده. کدام تشکیلات؟ من پلیسم. گپ نزن رزیل. برای خود و نقشه یک از تشکیلات اعضا هستی. برای درو راه گرد. موافقی تخمینمون ممدو آدمی صادق برآمد، یعنی آدمی خودمون. کمی پیش دستگیر شد، اما یک چیزی دیگر است. معلوم شد که کتاب سیاه در دستی بچه های نجیب بوده است. میفهمم سردار، خیلی خوب میفهمم. اکنون هدفمون از این پس نجیب یلمس میشود. در حال به عمل میگذاریم سردار.